اولین ویدیومون در کانال سرفندای اف سی فوتبال با رادین امیر. هر روز ما ویدیو داریم و اولین ویدیومون آموزش آوردن رونالدو در رئال و مسی در بارسا. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگ رو روشن کنید که ببینید ما کی ویدیو میذاریم. تا این ویدیو هم لایک کامنت یادتون نره. بریم سراغ ادامه ویدیو. میریم داخل ستینگ، میزنیم ادیت تیمز، کلاب ترانسفرز. خب حالا باید ببینیم مسی کجاست. مسی الان تو کشور آمریکا داره بازی میکنه، لیگ آمریکا. ما باید آمریکا رو پیدا کنیم. خب یونایتد استیت. حالا باید تیم اینتر میامی رو پیدا کنیم. خب تیم اینتر میامی انتخابش میکنیم. مسی رو انتخاب میکنیم. باید حالا لیگش رو انتخاب کنیم، لیگ اسپانیا. خب حالا لیگ اسپانیا. حالا باید تیمی که میخوایم بفرستیم مسی رو توش انتخاب کنیم. بارسلونا. خب بارسلونا میزنیم. الان مسی در بارسلوناست. خب حالا میریم سراغ رونالدو تو لیگ عربستان بازی میکنه. بعد به دنبال کشور عربستان باشیم. خب سعودی عربی. حالا باید تیم النصر رو انتخاب کنیم. النصر انتخابش میکنیم. کریستیانو رونالدو. حالا باید لیگ رو انتخاب کنیم. خب لیگ اسپانیا. حالا تیم رئال رو باید پیدا کنیم. خب تیم رئال میزنیم. الان میریم چک کنیم که اومدن یا نه. خب میریم توی تیم شیت. الان بارسلونا. میریم توی ترکیب. خب با مسی اینجا پیدا کنیم ببینیم مسی اومده یا نه. اینا مسی اومده توی بارسلونا. با ما میتونیم بزنیمش توی ترکیب. مثلا به جای یامال. الان اومد تو بارسلونا. حالا میریم رونالدو رو چک کنیم. میریم تیم رئال رو پیدا میکنیم. خب ببینیم رونالدو کجاست. رونالدو همیناست. رونالدو رو میتونیم بیاریم به جای وینیسیوس. خب به همین راحتی میتونید رونالدو و مسی رو بیارید توی ترکیب. اگر از این آموزش خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کن و یه کامنت خوشگلم برام بنویس. تا یه ویدیوی دیگه خدا